دوشنبه 15 ایول بر اثر ترکش مواد منفجره کناری راه در ناحیه خاکریز ولایت جنوبی قندهار افغانستان کمش 11 نفر به هلاکت رسیدند. منصبداران محلی میگویند در این حادثه نزدیک 35 کس از جمله 22 کودک و 8 زن جراحت برداشتند. قربانی ها در راه به زیارت مزار صوفی شاه آقا بودند. به قول سخنگوی ارتش افغانستان در قندهار احمد صادق عیسی، اکثر زخمیان در شفاخانه پایگاه نظامی در ناحیه خاکریز معالجه می شوند. او می افزاید که چند تن دیگر که حالشان وزنین است به شفاخانه قندهار انتقال یافتند. شماره مجروحان به 33 نفر برابر بوده 11 تن دیگر جان دادند. اکثر قربانی ها زنان و کودکان هستند. وکیل شورای محلی یوسف یونوسی به خبرنگاران گفت که اکثر قربانی ها اعضای یک عائله می باشند. در پی ترکش کسی مسئولیت آن را بر دوش نگرفت، ولی یونوسی طالبان را مسئول این حمله می شمارد. او تایید می کند که طالبان بارها توسط بمبگذاری های کناری راه به کاروان های نیروهای امنیتی حمله کردند. بر پایه اطلاع سازمان ملل متحد بر اثر ترکش های شبیه انفجار روز دوشنبه در افغانستان در 3 ماه اول سال روان 53 نفر ملکی به هلاکت رسیده، 269 نفر دیگر زخم برداشتند. در مقایسه با سال گذشته این رقم 21% بیشتر بوده. سازمان ملل متحد بمبگذاری های مرگ طلبانه را به این آمار شامل نکرده است.